تشکر استاد و بیننده های ارجمند یادآوری میشم که اینجا استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه است و گفتگوی خوانندگان، سوال جوابی خوانندگان تورنمای آزادی نقطه org با شورای ورزش و هم رئیس انجمن خبرنگاران رشته ورزشی تاجیکستان نرزالله لطیف ادامه دارد. استاد اینجا یک نفر با نام تجک بخ از سوغد طریق سایت آزادی نقطه org یک سوالش برای شما روان کرده و گفته است که آیا شما یاد پامیر میکنید؟ البته منظورش دسته پامیر. بله همیشه با یاد پامیر هستیم و آرزو میکردم که فوتبال امروزی تاجیک با پایه همان زمانی که پامیر بازی میکرد سالهای 80 و اولی 90 عصر گذشته برسد. البته دسته پامیر دسته بسیار هم پرقوت بود و آن وقت سطح فوتبال تاجیک بلند بود، برای اینکه پامیر و فوتبال تاجیک با قسمت اروپا شامل بود و ما همراه 15 کشور دیگر مسابقات میکردیم و ببینید که دسته پامیر غالب می آمد بر دسته هایی که امروز در جهان مشهورند. اسپارتاک مسکو را با حساب 5-1 شکست داده بود، با دسته های دینامای کیف، دینامای تبلیسی و بسیار دیگرها برابر بازی میکرد دسته پامیر. و پس از فروپاشی اتحاد شوروی دسته پامیر هم پریشان شد و امروز افسوس که حالا فوتبال ما به همان درجه نرسیده است، هرچند شاید مسئولین ساحه در این سری اندیشه باشند که آن سالها دیگر بود، این سالها دیگر است. تشکر استاد. همین خواننده ما در ادامه یک سوال دیگر داشته است و در اینجا از شما تا حد استاد گله‌گذاری کرده است که چرا دیگر در تلویزیون برآمد نمیکنید و بازی‌های تاجیکستان، بازی‌های فوتبال جهان را شرح و توضیح نمیدید. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، شما در همینجا هستید و ما کانال‌های دیگر، شبکه‌های دیگر رو تماشا کرده و مثلا از شارحان دیگر بهره مند میشیم. به هر حال تا حد گله‌گذاری کرده است و جواب شما است. تشکر. من گفتم که طی 10 سال اخیر در رادیوی آزادی به حیث شورای ورزش ایفای وظیفه میکنم، ولی 5 سال اخیر در تلویزیون تاجیکستان فوتبال رو گزارش ندادم، ولی در تلویزیون سفینه سال 2010 3 بازی بخش قرغانتپه رو در بیرمه سابق و میانمار امروزه در جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا من شرحی کردم. ولی برای چی؟ برای اینکه اولا در زمان شوروی هم حالا هم وقتی که بازی‌های فوتبال میشد ما رو دعوت میکردن برای بردن آن بازی‌ها. پیشنهاد باید از جانب کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان باید شد یا اون شرکت هایی که تلویزیون دارن. و چیز دیگر این است که بعضی ها میگویند یا برای پول، این خیلی هم من یک سوال خوندم و مرا دعوت کردند 2 سال مقدم، گفتگوی بسیار هم جدی خوب بود، نه تنها برای شورای بلکه باز برای آماده کردن شورای‌های ورزش در تلویزیون و بعد اون که رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات به این مسئله دقت جدی دادن و گفتن که شورای‌ها رو ما باید تربیت کنیم، من هم اونجا پیشنهاد خودم رو با رئیس جمهور بیان کردم. افسوس که اون پیشنهادهای من توسط تلویزیون پخش نشد، بریده شد و ما افسوس که بعداً آنها دیگر ما رو دعوت نکردن برای بردن مثل برای پرتشکای فوتبال. ولی این کاری چندان مثل مشکل هم نیست. من باور دارم که رهبریت بخش تاجیکی رادیوی آزادی هم به این ممانعت نخواهند کرد، برای اینکه ما یک کار رو به جا می‌آوریم. اونجا اگر من گزارش برم و گزارش ما می‌توانیم که استفاده کنیم از آن گزارش هم توسط برنامه‌های خود در جهانی ورزش رادیوی آزادی یا در سایت خودمان. و این از همکاری بستگی دارد، این از بستگی دارد از راهبران تلویزیون تاجیکستان و از آنهایی که با این چیز ذوقمند هستند. و یک چیز دیگر رو باید بگم که من درباره شورای‌های فوتبال
تلویزیون توجیک سال 2006 توسط یک هفته‌نامه ملت یک مقاله نوشته بودند. مطلب من این بود که فوتبال زبان در تلویزیون. بله. و اونجا من مردم رو به بحث دعوت کردم و درباره اون شریحان نامشون رو نمیگیرم موضوع. من همون خطاهاشون رو گفتم که اصلاح کنم. دیگر هیچ یگان مقصدی دیگر نداشتم. ولی شاید این چیز به مقامات معقول نشد و آنها نخواستند این چیز رو. به هر حال من همچون رئیس اساسیاسیون ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان موظف هستم که این کار رو بجا آورم. ما این کار رو هم کرده استودیم که ما شریحان رو می‌آموزونیم همیشه در سمینارها یا خود نشست‌هایی که داریم در دوره‌های بازآموزی. استاد یک نفر دیگر از خواننده ما با نام عباس از کلاب این نکته را در میان گذاشته است که چرا بازی‌های لیگ عالی تاجیکستان را در تلویزیون نمایش نمی‌دهند؟ مشکل در چیز شاید کیومرز یک چیز است که بعضی‌ها من می‌بینم گمان کردن که من در تلویزیون تاجیکستان کار میکنم. از این جهت این خیلی سوال ها دادن و شما 100% درست میگید. باید تلویزیون تاجیکستان قبل از همه بازی‌های مسابقات از همه عالی کشور، مسابقات قهرمانی تاجیکستان را که با نام چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی نام برده می‌شود تشکیل نماید. ولی چیزی دیگر اینجا است. من با اونها صحبت میکنم میگن که اونها امکانی همه بازی‌ها رو پخش کرده ندارن، زیرا بسیار بازی‌ها در یک وقت برگزار میشوند. بعداً نه همه ورزشگاه‌های ما قابلی نوار گرفتن و آن را پیشکشی تماشابینان کردن دارد. برای همین این چیز هم مشکل است برای کارمندان تلویزیون. ولی ما به این نگاه نکرده باید حتما بازی ها رو هر یک بازی دو بازی در یک هفته ما باید که حتما پخش کنیم. ولی افسوس که این چیزها رو نمیکنند. ببینید در زمان شوروی ما بازی های پامیر دوشنبه رو در یک وقت توسط تلویزیون و رادیوی تاجیکستان برای میلیون ها نفر تماشابینان پیشکش میکردیم. پخش زنده بود. حتی لحظه های بازپخش تکرار را که اون وقت اون تکنیکا با اون قادر نبود، رژیسورها چون که میگن کارگردان های ما همون 25-30 سال پیش همین کارها رو به جا می آوردن. ولی امروز به جای پیشروی من میبینم که در پخش بازی های فوتبال ما قفا رفته ایستاده ایم. حالا که تلویزیون پس از اون که المپیاده ها پیدا شدند بازی های اونها رو پخش میکردند، مسابقات های گوناگونی قهرمانی جهان رو تکنیک تلویزیون هم پیش رفت. چون که تنها ورزش که در هوای کشاد اکثری اون میشود و هزار تماشا میکنن، حتی توسط هواپیماهای خود چرخبال ها کامera گذاشته از بالا اون چیزها رو نشون میدن. در یک بازی تا 30-40 کامera از پایان یک سبقت است که در آب است از پایان نشون میدن. ولی در ما 4 کامera همگی در تلویزیونی کشور ما هست که بازی فوتبال رو با این نشون دادن، بازپخش نشون دادن. این مشکلات زیاد دارد. برای این تکنیک تلویزیون رو باید که با امروز با بازی های معاصری ورزشی باید که موافق کنیم. تشکر استاد. این است که اکثری خواننده های سایت آزادی همون روزی که بازی های لیگ عالی میشد حتما با ما زنگ زده سراغ میکنن که حسابی بازی ها چند است و کیها امروز در کجا بازی کردن. تشکر استاد. یک لحظه به فیسبوک هم نظر میاندازیم. اینجا در اینجا اکثر خواننده های ما از این طریق هم به ما سوالای خودشون ارسال میدارند. در اینجا یک نفر با نام تاجدار تاجیکان در فیسبوک در صفحه آزادی در فیسبوک نوشته است که چرا نزلای لطیف یگان بار با رشید رحیموف مصاحبه نداشتند. در زمان استقلالیت تاجیکستان من در تلویزیون به حیث کارمندی غیر شتاتی یک نمایش داشتم با نام جهانی فوتبال یا فوتبال و در همین یک چند ثبت است. من این صحبت ها رو همش رو دارم. واقعا صحبت های زیاد دارم و همچنین اودیو از بازی های دوره پامیر میتوانیم اینها رو در سایت بذاریم و گذاشته ایم. چند سایت رو هم یک نفر بختیار از
ناحیه ظفرآباد خواهش کرده بود، ما یک اودیو گذاشته بودیم. بله انشالله که نیت است که در بله با رشید رحیموف هم صحبت شدیم، ولی رشید رحیموف چند سال است در تاجیکستان نیست و رشید رحیموف امروز همچنین او تاجیکستان را وقتی که با او ژورنالیستان خبرنگاران صحبت میکنند در روسیه در نظر دارم، او نام تاجیکستان را هم به زبان نمیگیرد و کناره‌جویی میکند و با محسن محمدیف ببینید من آماده بود با او هم صحبت شدیم، با همه آنهایی که آماده بودند در همین جا بودند می آیند و می روند، ما هم صحبت میشیم، ولی رشید رحیموف نآمده است تا این زمان. ما هم انتظار آن هستیم که کی باز با رشید رحیموف بار دیگر هم صحبت شویم.